بدون علم شما نمیتوانید طهارت کنید. شما نمیدانید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چگونه طهارت میکردند. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه نماز میگذاشتند. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز گذارید چگونه ای که مرا دیدید که نماز گذاشتم. گفتند من چه خیلی نماز گذاشته باشم همین گونه نماز گذارید. از کجا میدونیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چگونه نماز گذاشتن؟ برای این علم لازم است. وقتی که یک آدم امام بخاری را بعد اینکه از نماز سلام دادن گفت که امام با وجود جلالت قدرت و بزرگی مرتبت نمازت مثل نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست گفت. بعد امام بخاری گفتن که والله ان شئت لاحدثنك عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ب10,000 حدیث، اگر خواهی در همین موضع از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم 10,000 حدیث در موردی فقط نماز به تو روایت میکنم. 10,000 حدیث فقط در مورد نماز جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از خود میدانستند. این بازی نیست. 10,000 حدیث. چگونه نماز میخوانید، چگونه زکات میدهید، چگونه حج میکنید، چگونه عمره میکنید، چگونه صدقه میدهید اگر علم ندارید. بنابراین امام بخاری گفتند که باب العلم قبل القول والعمل، باب در این باره که علم پیش از قول و پیش از عمل است. پیش از اون که انسان سخنی را بگوید، پیش از اون که یک عملی را انجام دهد، باید در این موضوع علم داشته باشد که شریعت قرآن و سنت ما را به این امر کرده است. سپس طبق علم عمل کند.